خولا تو گمان کرده که هر کرده ای تو به جواب میماند در این زندگی. نه، زوری بنده نرسید، زوری خداوند میرسد. از این خاطر من تو را به خداوند میسپارم. هرچی بود و بود، لیکن یک گپی هست در زندگی. حواله بد بر خدا. من تو رو بر خدا میسپارم خولا. تو بد شدی، من باید بد نشوم. تو راهی نادرست رو انتخاب کردی، من باید راهی نادرست رو انتخاب نکنم. خولا حالا اگر تو درک یابی که من توی دارم در پیش، عروسی یافتم. السلام علیکم هموطنان عزیز، من یوسف وایستورا، اولیدار صاحب 3 فرزند، عین حال الیتنی دیرکتر کمپانی فابریک هستم. همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کمند من زیاده از 2000 نفر زنهای تاجیک کار میکنند. شما هم در جستجوی کار هستین و میخواهید در خانه نشسته صاحب معاش نقد شوین؟ مرحمت در واتساپ من نویسین. ما قریب 2000 نفر زنهای تاجیک را صاحب کار کردیم و صاحب معاش بهترین کردیم. من طول 1 سال است که در کمپانی فابریک کار میکنم. صاحب 4 تا دیپلم و چند تا چک کلان شدم. مرحمت شما را موفق شدن میخواهیم. همین پول ها را به دست آوردن میخواهیم. در نمره من نویسین. این اولی که 9 ماه من است که من 9 ماه جمع کرده بعد رفته کردم سینمات کردم. مرحمت دوستان عزیز، شانسی بهترین را دست ندین. هموطنان عزیز، مادرای عزیز، ما فقط زنها را به کار میگیریم. فقط خواهش میکنم زنها نویسین. کدومی که کار کردن میخواه، مهنت کردن میخواه، زندگی خود را بهتر خوبتر کردن میخواه، زنهای مهربان، من در واتساپ شما را انتظار میشم. فقط نویسین که من کار کردن میخواهم، من شما را کار ساده کرده عادی کرده میفهمونم. واقعی سربلند خانه آباد باشین. من 100% باوری کامل دارم که در همین کار هم چنگ خودت را میزنی. لیکن دیگر به هر کار آلوده کردنی تو را من اجازت نمیدیم. من به تو کاری ندارم. شاید خداوند انصافت دهد و تو نیز به من کاری نگیری. خولا فرزندهایت را کلان کردی با امیدی که امروز دستت را گیرم، لیکن متاسفانه با جای دستت را گرفتن از کرتوقت خپیدن. نفس تنگ میشوی. کدام روزی در زندگی تنهای زار میمانی. میترسم از آن روزی که خداوند همه داراییت را از تو بگیرد و کسی در گردی تو تاب نخورد. دوستان عزیز، درود به یکایک شما. امیدوارم خوب هستید، سوز هستید. انشاءالله معذرت میخواهیم پیش از همه که وقتای معین گردیدم به شما پیشکش نتوانستیم فیلم دیوتی رو کنیم، لیکن فیلم ما سیامکه شده ایستاده است. از حساب اونه که مثلا کمتر مشکلات های زندگی، بعضم پرابلم های شخصی اکتیاران وجود داشت، ما نتونستیم در وقتهای معین سیامکه کنیم، لیکن سیامکه شده ایستاده است. انشاءالله خدا نصیب کرده باشد فیلم آخری همین هفته یا هفته دیگر پیشنهاد شما خواهد شد. از این خاطر ما رو ترک نکنید، دستگیری کنید، با هم دیگر پیش رویم. خداوند نگهبان شما باشد.